یکی از بزرگترین سازه هایی که انسان روی کره زمین میسازه و خیلی هم گرون در میاد کشتیه. بنیانگذار ساخت کشتی های غول‌پیکر بریتانیاست. اونها و پشت سرشون آمریکایی‌ها با فناوری که در آهن و فولاد به دست آورده بودن بزرگترین و بهترین کشتی‌های دنیا رو می‌ساختن، چه باربری، چه مسافربری، چه تانکر و چه جنگی. این دوتا کشور برای 10 سال یک کتاز کشتی سازی دنیا بودن. یعنی وقتی هر کشور میخواست کشتی بخره یه جورایی مجبور بود که از این دوتا کشور بخره. ولی آروم آروم بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از کشورها شروع کردن ساختن کشتی و در ژاپن و کره جنوبی و چین طوری میشه که این سه کشور بازار کشتی سازی دنیا رو تسخیر میکنن. اگر از هر کسی بپرسید چرا کشتی سازی رفت تو این سه کشور، همشون میگن اونجا دستمزد ارزونتر بود و به خاطر این کشتی سازی رفت اونجا. اما این یک حرف بی اساسه، چون فقط 5% هزینه کشتی سازی های دنیا اجرتشه. بیشتر هزینه طراحی و مهندسی و فولادیه که باید استفاده بشه. مثلا قسمت کشتی سازی سامسونگ که یکی از بزرگترین شرکت هاست در دنیا، کشتی های کانتینر کشی میسازه که بین 150 تا 200 میلیون دلار قیمت دارن. از این مبلغ بین 5 تا 10 میلیون دلارش فقط اجرته. همونطور که گفتیم بزرگترین خرج مساله که بیشترش مصرف فولاده. بعد ماشینالاتیه که این قطعات فولادی رو دقیق میسازه که بره سر جاش. هزینه گزاف بعدی تکنیسین ها و مهندسین ساختن. با وجود اینکه این کشتی ها در چین و کره جنوبی و ژاپن داره ساخته میشه، اما این تکنیسین ها و مهندس ها حقوقشون از همه جای دنیا بیشتره. یعنی اگر یک مهندس آمریکایی هم میخواد شغل خوب داشته باشه، میره تو این سه کشور و تو کشتی سازیاش مشغول به کار میشه. یعنی حقوقشون در سطح بین المللیه و اصلا اینجوری نیست که چون چین ارزونه. یکی از بزرگترین خرج‌های کشتی سازی توقفشون توی محل ساخته، چون هرچی بیشتر اونجا بمونه هزینه‌اش میره بالاتر. برای همین سعی میکنن هرچی سریعتر بسازن و بدن بیرون که قیمت زیاد نره بالا. حالا فکر نکنی چون سریع تموم میکنن کیفیت پایینه. اصلا اینطوری نیست. این کشورها شبکه‌های تولیدی به وجود آوردن که کارش اصلا سرعتیه و با وجود اینکه سرعت بالاست کیفیت به هیچ وجه پایین نیامده. به خاطر همینه که مشتری‌ها بیشتر میرن طرف این سه تا کشور و دیگه یک شرکت حمل و نقل نمیره به کانادا بگه من یک کشتی کانتینر کش میخوام. حالا کانادا و آمریکا و انگلیس نمیتونن کشتی بسازن؟ چرا میسازن؟ اما نمیتونن به سرعت اینها بسازن. خیلی‌ها این سه کشور آسیای شرقی شدن پادشاه کشتی سازی دنیا. چرا اینجوری شده؟ باید بریم تو تاریخ ببینیم چرا این اتفاق افتاده. همونطور که گفتیم اولین کشور کشتی ساز دنیا بریتانیاست. اونها تا اوایل قرن 20 بهترین و پیشرفته ترین کشتی‌های دنیا رو می‌ساختن که مثلا تایتانیک هم یک نمونهشه تو تاریخ. در کنار انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها خیلی این صنعت رو توسعه میدن، مخصوصا موقعی که نفت همه‌گیر شد و موتورهای دیزل وارد کشتی‌ها شدن. این موقع است که بعد از جنگ جهانی اول، آمریکایی‌ها میشن بهترین کشتی‌سازهای دنیا. جالبه که بدونید قبل از اینکه به دهه 1940 برسیم، تولید کشتی در آمریکا به روزی یک دستگاه رسیده. خیلی رقم بالاییه. حالا برای چی داره انقدر کشتی میسازه؟ برای اینکه اروپایی‌ها انقدر جنگ کردن همه چیشون داغونه و احتیاج دارن که از آمریکا جنس وارد کنن. آمریکایی‌ها هم هی کشتی میسازن که همه رو پر کنن، بار کنن، بفرستن اروپا. همین مسئله هم هست که باعث ابرقدرتی اقتصاد آمریکا میشه، چون داره بیشترین جنس کل دنیا رو تولید میکنه و با کشتی هایی که داره میفرسته هر جایی که میخواد. آمریکا به قدری در طول جنگ جهانی دوم کشتی میسازه که وقتی جنگ تموم میشه قیمت کشتی 30-40% میاد پایین، بس که زیاده و مشتری نیست. این مسئله باعث میشه که خیلی از کشتی سازهای آمریکایی تولیدشون رو متوقف کنن، برن دنبال تولید یه چیز دیگه، چون به قدری کشتی دست دوم وجود داره دیگه کسی نو نمیخره.
اما وقتی آمریکایی‌ها دارن این کشتی سازی‌ها رو میبندن، اونور دنیا خبرهای دیگه‌ای. ژاپنی‌ها وقتی میبینن کشتی سازی‌های آمریکایی داره یکی یکی بسته میشه، با فناوری‌هایی که توی این مدت یاد گرفته بودن شروع میکنن توسعه دادن. مخصوصاً چون بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا یه جورای دنیا رو وارد بازار آزاد کرده بود، ژاپنی‌ها هم از این فرصت استفاده میکنن و یه جورای بازار کشتی سازی رو میگیرن تو دستشون. حساب کنید که ژاپن جنگو باخته، 2 تا بمب اتم رو شهراش انداختن. اما فقط 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1960، ژاپن کشتی ساز شماره 1 دنیاست. البته قبلا هم گفتیم آمریکایی‌ها هم راضی بودن از این مسئله. بزرگترین مشتری کشتی‌های ژاپن آمریکایی‌ها بودن. از اون طرف هم همسایه ژاپن یعنی کره جنوبی مثل ژاپن یک متحد مهم آمریکاست و آمریکایی‌ها به خاطر اینکه ایدئولوژی کمونیستی رو در کره جنوبی خنثی کنن، خیلی همکاری میکنن که اقتصاد هم کره هم ژاپن بره بالا. در کره جنوبی کار یه مقدار سخت‌تر بود چون اونها عقب افتاده تر از ژاپن بودن، ولی با این وجود به سرعت میافتن تو خط رشد. اما ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها خیلی زود میخورن به مشکل و اونم کمبود آهنه. آهنی که باید تبدیل کنن به فولاد و کشتی بسازن. مجبور میشن آهن وارد کنن، اونم از استرالیا و برزیل. با وجود اینکه ژاپنی‌ها آهن هم از جاهای دیگه وارد میکردن، اما هنوز کشتیاشون در دنیا از لحاظ قیمتی حرف اولو میزد و مهمتر از همه سرعت عملشون بود که سریع میساختن، چیزی که برای مشتری خیلی مهمه. وقتی میرسیم به سال 1970، ژاپن بزرگترین تولید کننده کشتی در دنیاست، اونم با اختلاف زیاد، به طوری که تولیدات کشتی همه دنیا رو بذاری یه طرف، باز ژاپن از همه بیشتر تولید میکنه. در این دورانی که داریم حرفشو میزنیم، یعنی دهه 70 میلادی، اقتصاد ژاپن سوار موشک شده، همین جوری داره میره بالا. کشتی سازی یکی از صنایعشه. همه جور وسایل الکترونیکی، خودرو، موتورسیکلت، ساعت یا هر چیز دیگه ای داره تولید میکنه. اونم محصولات قابل قبول که میتونه با دنیا رقابت کنه. برای همین تولیدات ژاپن به شدت پولدار شده و ین ژاپن رفته جزو پولهای پرقدرت دنیا. دولت ژاپن به قدری پولدار شده که خودش شروع میکنه تأسیس بانک‌های بین‌المللی که به تمام دنیا وام بده، چیزی که تو هر کشوری پیدا نمیشه. مثلا تصور کنید سال 1975 و شما در یونان یک شرکت حمل و نقل دارید. اگر بخواین از یک کشور اروپایی کشتی بخرین، باید کل پولشو پرداخت کنید قبل از اینکه کشتی رو بگیرید. چیزی که برای خریدارا مشکله، چون نمیخوان این همه پولشون رو بخوابونن قبل از اینکه جنسشون رو تحویل بگیرن. اما برای کشتی سازهای ژاپن داستان کاملا فرق میکنه، چون دولت ژاپن با این خریدارها کنار میاد. یعنی وامهای راحت میذاره در اختیار خریدارها که پولشون نخوابه تا کشتی آماده بشه. این خیلی کار مشتریها رو راحت میکرد. این باعث شد که مشتریهای کشتی در دنیا روز به روز بیشتر بیان به طرف ژاپن. این سیستم هنوز که هنوزه تو ژاپن پیاده میشه. خود دولت به مشتری شرکت‌هاش وام میده. اونم نه فقط برای خرید کشتی، برای خرید هر چیز ساخت ژاپن، وسایل بیمارستان، شیمیایی، خودرو، هر چیزی که بگی. در کنار ژاپن یک کشورم هست که داره این کارا رو نگاه میکنه. کره جنوبی که قصد داره همه این کارها رو الگو بگیره و پیاده کنه. ولی اونها خیلی کار دارن که به ژاپن برسن، چون دولتشون مثل ژاپن پولدار نیست که به مشتریا وام بده و حمایت کنه که بخرن. خلاصه کره‌ای‌ها هم ولکن نیستن، انقدر تلاش میکنن تا خودشونو میرسونن به ژاپن و میشن رقیب صنایع مخصوصا کشتی سازی مثل ژاپن. حالا یک سوال، چرا مثلا آلمان غربی که یک اقتصاد خیلی پرقدرتی داره این کارو نمیکنه که حداقل بازار اروپا رو بگیره تو دست خودش؟ آلمان سعی کرد این کارو بکنه، اما تو قسمت کشتی سازی نتونست به اینها برسه، ولی تو قطعات کشتی و چیزهای دیگه تونست بهشون برسه. مثلا شرکت MAN یا همون مان موتورهای دیزلی میسازه که به درد کشتی‌ها میخوره. اونم موتورهایی که یکی از گرونترین قطعات یک کشتیه. حالا شاید بگیم مگه موتور چنده؟
همین مان موتورهایی برای کشتی میسازه که 50 میلیون یورو قیمتشه. یعنی یه جورایی میتونی بگی آلمان هم خودشو وارد گود کرده، اما نه اینکه کشتی کامل بسازه. یه قطعه دیگه ای که آلمان استاده و بهترینشو میسازه پره پشت کشتیه. اونها یک آلیاژی درست میکنن که برای یک همچین پره‌ای خوب جواب میده. اگر از آلمانیا بپرسی این پرده جنسش چیه، میگن یه نوع برنزه، ولی دقیق نمیگن چه فلزاتی مخلوط شده که اینو بسازه. این آلیاژ چنان خوب در اومده که بعد از سالها با وجود فشاری که روی این پره هست باز دووم میاره و کار میکنه و این برای یک کشتی خیلی مهمه، چون تعمیر و تعویض این پره خیلی گرونه. برای همین همه سازنده ها پره‌ای نصب میکنن که عمری باشه، اونم مجبورن از آلمان بخرن. سازنده این پره ها شرکت MMG آلمانه. شاید براتون جالب باشه که بدونید این شرکت با وجود اینکه پره‌هاش تمام کشتی‌های غول‌پیکر دنیا رو به حرکت در میاره، فقط 210 تا کارکن داره. یعنی شرکت بزرگ آنچنانی نیست. اونها بی‌رقیبن دیگه. خودشون میگن هر پره 1,200,000 یورو تموم میشه و ما باید بفروشیم 3 میلیون یورو که شرکت به حرکت در بیاد. یعنی اگر حساب کنید سود این شرکت بیشتر از 100%. ولی جالبه که بدونید این شرکت‌های کشتی سازی که در ژاپن و کره جنوبی و چین قرار دارن سودشون فقط 10% و این بزرگترین دلیلشه که هیچ کشور دیگه‌ای طرف کشتی سازی نمیره. اما راجع به چین هنوز چیزی نگفتیم. بزرگترین دلیل این که چین اومده جزو این سه کشور اینه که اول شروع کرد کشتی‌های خودشو بسازه، بعد وارد بازار کشتی دنیا شد. یعنی بزرگترین مشتری کشتی‌هاش اول خودشه، بعد دنیاست. شاید بگیم به درد نمیخوره که سودی نمیبره، ولی باید بدونید که این سه تا کشور مخصوصاً سودشونو میارن پایین. یه کاری میکنن که هیچ شرکتی تو هیچ کشوری از دنیا دیگه سراغ کشتی سازی نیاد. یک کشتی سازی بزرگم در دنیا وجود داره که در آمریکا قرار گرفته، اما این شرکت فقط برای یک مشتری کار میکنه، پنتاگون. و چون برای پنتاگون کار میکنه فقط کشتی‌های جنگی میسازه، از ناو هواپیمابر بگیر تا زیردریایی و ناوشکن و ناونورد. یعنی کشورهای قدرتمند دنیا مثل آمریکا، انگلیس و روسیه فقط جنگی‌ها رو خودشون میسازن. باید بدونید که کشتی‌های جنگی هم گرونترین ها در دنیا هستن. گرونترین کشتی که تا به حال در دنیا ساخته شده اینه، ناو هواپیمابر USS جرالد فورد که 13 میلیارد دلار هزینه برده. حالا همین رو مقایسه کنیم با یکی از بزرگترین کانتینر کش‌های دنیا، CMA چامسلیزه چین که 200 میلیون دلار قیمتشه. یعنی یک 65م ناو USS جرالد فورد. ولی آمریکا اینها رو برای فروش که نمیسازه، فقط برای قدرت نمایی خودشه. با این وجود این سه کشور پادشاه کشتی سازی دنیان و چین هم هر روز داره از اون دوتای دیگه میزنه بالاتر.